یکی از هنرمندانی که از غریبی و از بیکسی و تنهایی میگوید. سوال پیش می آید که چی و کی سبب گشت که نورالله مومن‌آبادی در دست دوتار گرفت و امروز در هر یک کوچه و پس کوچه سرود می سراید؟ چی شوقی بود، چی محبت؟ همه شما میدونید که نورالله مومن‌آبادی بسیاری سروده هایش را در وصف مادر، احترام مادر، قدر مادر، وصف مادر و درباره پدر، قدر و منزلت پدر، زحمت های شبانه روزی پدر که واقعا زحمت های پدر همیشه پس پرده هستند. بعد میگن که اوچه نورالله مرده، راست گرده. بعد میگن که اوچه نورالله مرده، خیلی مرده که بعد مرگش در سر قبرش گریستن ها چی سود، از قفای تابوتش صداد گفتن ها چی سود. حالتی که زنده بود قدرش نکردی ناخلف، سنگ بیجان در سر گورش گذاشتن ها چی سود. هم یکون کسی که هست میشوه خیلی که اکا خیلی پول ندارم یا که خیلی بیام یک معرکه بگذارنش، میشوه که خیلی رفتن پولم ندادن. گفته بودید که قدر آدم رو در غریبی میبینی، قدر آدم رو در دوری میبینی، در راه دور میبینی. همین پروز شا گفتن نکرده. ما چی میکنیم در همین تاجیک خودمون، ما همونجا هم خیلی بچه ها میگن، همه این بچه ها میگن ما را یکون روسو فریب نمیکنن، ما را یکون روسو فریب نمیکنن، ما را فقط همین تاجیک خودمون فریب میکنن. شما حتما ما رو تماشا کنید و حتما ما رو پیگیر باشید.